عمران خان د خدای راولي سول روغه د په افغانستان کې د جوړه وکړي چې د نازک ځوانان ګرده تباس وله ګرده وینه دي چې بویویږي ګرده دغه دي چې بویویږي دوی خپل په دغه پایتخت کې په تخت کې ناست په اسلام کې رئیس سوچ نه وي چې ته وده د نازک ځوانانو مړه سوله زه سوله راولم زه شریعت راولم یا هغه نه کوم بچه. خوشبین به این هستیم که باید من خون که در افغانستان باید صلح از این بعد انتحاری کم شود بعد از این بدبختی و از این بیکاری و از این چیز باید برای مردم افغانستان یک امنیت درست بیاید یک صلح درست بیاید در افغانستان. ما هم آرامیش و امنیت و صلح آرامی رو میگوییم در افغانستان. نظر ما همیست که بیا یک صلح بیاد در افغانستان یک آرامی بیاید این جنگ ها این رقابت هایی که وناقص کلگیش باید از بین بره دیگه یک سرتاسری در کشور ما بیا که آرام شدیم از این جنگ خسته شدیم. خوشبین هستیم در صورت یک حقیقت داشته باشه و مشکلات به مردم خلق نشه جوانا کشته نشه خوشبین هستیم. چرا نیستیم که خداوند تعالی یک آرامی یک صلح در افغانستان بیاره که بی اندازه مردم دچار مشکل است. ما میخواهیم که آمدن عمران خان در افغانستان ما در آینده یک امیدواری پیدا شود در این یک صلح ثبات شود صلح دائمی شود. مردمای ما به عذاب هستند این مردم ها به این قتل برادر کشی این خون ناحق از اینها از بین بره مردم ها یتیم شد بچه ها زن ها بیوه شد بی خانمان شد در بدر شد در این وقت باید در این صلح ثبات در آینده در اینجا بیاید که طاقه مردم در این حالت بگرده. ما میخواهیم که افغانستان ما صلح شود آرام شود مردم ما با صلح آرام زندگی بکنند.